سلام بیننده عزیز، سرخط خبرها از رادیوی آزادی. امامعلی رحمان با پیوندان قربانیان صدمه کلاب همدردی کرد. یک مخالف حکومت تاجیکستان در اسلواکیه بازداشت شده است و نزدیکانش از استردادش به تاجیکستان می‌ترسند. دادگاه اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که تاج پرامبانک برهم داده شده است و کنسولگری تاجیکستان به مهاجری تاجیک در روسیه برای نجات جان زن و کودک روس تشکر گفت. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به خانواده قربانیان صدمه نقلیاتی در کلاب تسلی گفته است. مقامات گفتند که در حادثه شام 6 آگوست در شهر کلاب 10 نفر کشته و 13 نفر زخمی شده است. شاهدان شب گذشته شماره قربانیان را بیشتر گفته بودند. امامعلی رحمان دستور داده است که به خانواده‌های هلاک شدگان کمک کرده برای طبابت زخم برداشتگان و برقرار نمودن خانه‌های ضرر دیده تدبیرهای فوری اندیشند. تسلی گفتند به خانواده قربانیان در داخل کشور از جانب پرزیدنت تاجیکستان کم سابقه است. در گذشته مخالفان امامعلی رحمان را تنقید می‌کردند که در حادثه‌های پرقربانی در داخل تاجیکستان به مردم همدردی نمی‌کند. ساعت 19:30 شب 6 آگوست در شهرهای دوشنبه کلاب خاروق واقع در کوچه جمعه علی شهر کلاب ماشین بارکش دولن چند ماشین سمت مقابلش را پخش و 2 خانه استقامتی را خراب کرده است. مقامات گفتند ترمز ماشین بارکش که از ناحیه شمس‌الدین شاهین پایان می‌شد از کار مانده با سرعت به شهر کلاب وارد شده است. نزدیکان امریدین خالمرادوف یک تنقیدگر حکومت تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی میگویند ترس دارند که اسلواکیه یک کشور اروپایی او را به تاجیکستان استرداد میکند. امریدین خالمرادوف 37 ساله هنگام عبور از مرز اوکراین به اسلواکیه در ماه فوریه سال 2022 بازداشت شده است و تا حال در بازداشتگاه است. مقامات تاجیک هنوز موضوع را شرح ندادند ولی نزدیکانش گفتند او را در تاجیکستان برای برانگیختن کینه و عداوت دینی، تشکیل اتحاد جنایتی و دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی عیبدار می‌دانند. نزدیکانش این اتهام را ساخته و بی‌پایه نامیدند. عبدالستار بابایف یک فعال مخالفین در لهستان گفت برای رهایی امریدین به پرزیدنت اسلواکیه و اتحاد اروپا نامه نوشتند. امریدین خالمرادوف در اوکراین حق اقامت داشت ولی پس از چند روز آغاز حمله روسیه به این کشور به اروپا فرار کرد. سازمان‌های بین المللی تاجیکستان را همیشه تنقید می‌کنند که مخالفان را با بهانه‌های ساخته تعقیب و سرکوب می‌کنند. سابق مدیر شعبه معارف ناحیه رودکی که هنگام کار در این مقام به اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از وظیفه بازداشت شده بود با پرداخت 68,000 سامانی جریمه رها شده است. ماه مارس امسال ماموران امنیتی تاجیکستان خبر دادند که اقبال نعمت‌الله در چند ماه کاری از 36 مدیر مکتب بیش از 65,000 سامانی پاره گرفته است. او در بازداشت در یک برنامه تلویزیونی تاجیکستان این اتهام را تصدیق کرده بود. گزارش در این باره بعد تخمیناً 4 ساعت در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی پیشکش می شود. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان اعلام کرد که تاج پرامبانک یک بانک گرفتار مشکل را برهم دادند و این بانک رسما از 1 آگوست امسال دیگر وجود ندارد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی اقتصادی در نشست مطبوعاتی این خبر را اعلام کرد. این بانک سال 2017 مفلس اعلام شده بود با پرداخت نزدیک به 200 میلیون سامانی مشتریانش وظیفه دار شده بود. ماه فوریه امسال دادگاه اقتصادی تاجیکستان رهبریت موقتی بانک را موظف کرده بود که دوام 6 ماه آینده آن را برهم دهند. برهم دادن به معنای آن است که این بانک باید با فروش دارایی‌هایش مبلغ مشتریانش را پس میداد. هنوز معلوم نیست که مشتریان مبلغ‌هایشان را پس گرفتند یا نه. این بانک از سال 2015 به این طرف گرفتار مشکل شد. آخر سال 2020 جمشید زیایف رهبر آن را برای قلابی و از خودکنی مبلغ‌های بانک به 8.5 سال زندان محکوم کرده بودند.
و ظفر سعیدزاده کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر یکاترینبورگ روسیه به مهاجری که یک زن و کودک روس را از سوختار نجات داده بود افتخارنامه داده است. منوچهر رسولوف مهاجر تاجیک که در ساختمان کار میکند روز 1 آگوست زن و کودک روس را از داخل خانه آتش گرفته در آشیانه 25 به بیرون کشیده است. ظفر سعیدزاده به این مهاجر تشکر گفته است که خود را در خطر گذاشته جان 2 نفر را نجات داده است. مهاجر تاجیک نقل کرده است که آن روز در ساختمان کار میکرد و وقتی صدای فیغان زن و کودک را شنید به کمک شتافت. او تا رسیدن آتش نشانها در خانه را شکسته مادر و کودک را نجات داده است. سوختار نشانها با دلیل بسته بودن راه سر وقت به جای حادثه نرسیدند، ولی به نقل خود مهاجر او با بالغت در خانه را که آتش گرفته بود شکسته زن و کودک را بیرون آورد. مقامات محلی و شرکتی که در آن مهاجر تاجیک کار میکند او را برای نجات جان 2 نفر سپاس گفتند. اکثر مهاجران تاجیک در روسیه در شرایط سخت کار میکنند و زیر فشار مقامات روس قرار دارند. بانک ملی تاجیکستان روز 7 آگوست قرب $1 آمریکایی را 10 سامانی و 93 دیرم، 1000 روبل روسی را 115 سامانی و 1 یورو را 11 سامانی و 96 دیرم مقرر کرده است. در بانک های تجارتی قرب اسعار کمی تفاوت دارد. با همین برنامه ما به پایان رسید و خبر و گزارش های بیشتر را شما در برنامه اخباری آزادی در ساعت 18 به وقت دوشنبه و 16 به وقت مسکو تماشا کنید. خدا نگهدار.